سلام دوستان عزیزم، میخوام چارت بیت کوین واسهتون تحلیل کنم. امروز 9/9/1404. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بریم روی چارت. بسیار خوب دوستان، اومدیم روی چارت بیت کوین در تایم فریم هفتگی و همطور که میبینید یه روند صعودی داشتیم که اینجا اومده برخورد کرده به کف خط روندمون که حدود 82 هزار دلار بوده و یه واکنش مثبت نشون داده تا عدد 93 هزار دلار. حالا میریم در تایم فریم های پایین تر دیلی و همجور که میبینین من خط روند نزولیش رو رسم کردم براتون که متوجه بشین. اینجا صعودی بوده، رنج شده، رنج رو شکسته و تبدیل به روند نزولی شده. حالا برای دوستانی که میخوان پوزیشن باز کنن بهتره صبر کنند عدد 95 هزار دلار که سقف این ناحیه‌مون هست شکسته بشه به بالا. در پول بک ها میتونن خریدار باشن تا تارگت 107 هزار دلار و اگر که 107 هزار دلار شکسته شد به بالا، چون که اینجا این آخرین کفی که داشتیم این سقفش 107 هزار دلاره، پس اگر 107 هزار دلار شکسته شد به بالا در پول بک ها میتونیم خریدار باشیم تا تارگت های بالاتر به این صورت. ولی الان اگر که 95 هزار دلار شکسته نشه و بهش برخورد کنه دوباره ریزش کنه، میتونه این ریزش ها ادامه دار باشه تا 82 هزار دلار و اگر 82 هزار دلار هم شکسته بشه دوباره میتونیم تو پول بک ها فروشنده باشیم به تارگت های 77 هزار دلار، 74 هزار دلار و در نهایت 69 هزار دلار. برای دوستانی هم که سرمایه گذاری میچینن و هولدر هستن میتونم 3 تا پله خرید پیشنهاد بدم بهشون. پله اول همین عدد 80 تا 82 هزار دلاره. پله دوم 74 تا 77 هزار دلاره و پله سوم 66 تا 69 هزار دلاره. حالا 69 هزار دلار خیلی برای ما مهمه، چون اگر بریم تو تایم هفتگی نگاه کنیم میبینیم که اینجا یه سقفی بوده که بعد از مدت ها که خورده بشه اینجا دوباره رنج شده، پرقدرت شکسته شده و به روند صعودیش ادامه داده. پس اگر دوباره برخورد کرد به عدد 69 هزار دلار ما میتونیم خریدار باشیم به تارگت های بالاتر. پرسود و پرروزی باشین تا تحلیل بعدی. خدا نگهدار.